این بمب 2000 پوندی هوشمند قاصد هست. بمبی که از ارتفاع 30,000 پایی شلیک میشه و اهداف ثابت و متحرک خود را تا زمان اصابت دنبال میکنه. بمب 2000 پوندی قاصد بمبی است که با سیستم فعال هوا به زمین، هدایت شونده و دوربر با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری‌های روز جهان طراحی شده. این بمب نوع هوشمند هست، در واقع دور ایستا هدایت گستر هست. یعنی اینکه ما از هواپیماهای شکاری و بمب افکن وقتی میخوایم یک اهداف استراتژیک و اقتصادی یا مهمی رو از دشمن بخوایم از راه دور بزنیم بدون اینکه در تیررس دشمن یا در تیررس موقعیت‌های پدافندی خاص دشمن باشیم، از اینها میتوانیم استفاده بکنیم. در واقع هدایت میشه و به هدف میره، به دقت خیلی بالا اصابت میکنه. این بمب کاملا بومی شد. همچنین سیستم هدایت تصویری این بمب از پیشرفته ترین نوع در کلاس خود است و توانایی هدایت دقیق و خودکار بمب تا هدف را ایجاد میکند. با این حرکت یک گام بلندی رو در جهت ورود به تولید تسلیحات هوایی، تسلیحات تکنولوژیک بر در بخش هوایی ایجاد کردیم که انشالله اینها توانمندی جدیدی رو برای تیزپروازان نیروی هوایی عزیزمون ایجاد می‌کنه. البته این بمب‌ها و این امکانات نظامی رو که ما می‌سازیم، اینها ابزار و ادواتی است در جهت پاسداری از صلح و ثبات و آرامش و امنیت. ما همواره گفتیم ما توان نظامیمون، سلاح‌های پیشرفته‌ای که داریم تولید می‌کنیم همش برای پاسداری از صلح. البته این بمب به سر کسانی فرود خواهد اومد که دشمنان ما هستن و اگر بخوان خیال حمله و تعرضی رو به این مملکت به ذهنشون ارائه بکنن.